سلام خدمت تمام عزیزانم، عرض کنم خدمتتون اینجا روستای گردشگری پامنار شهیونه. از اینکه یکی از زیباترین روستاهای حال حاضر خوزستان و ایرانه هیچ شکی نیست، اما اینجا انگار مسئولین نالایقش، واقعا نالایق یکی از ساده ترین کلام هاییه که دارم میگم، نالایقش اصلا اینجا رو رها کردن. جاده ای که سال پیش من اومدم دیدمش داغون بوده، اینجا خیلی گردشگر داره، خیلی بسین. اینجا خیلی گردشگر داره ولی جاده به قدری داغونه و سال پیش کندنش هنوزم کنده مونده. اتفاق زیاد پیش میاد اینجا، تصادفات زیاد پیش میاد، اما نمیدونم کسی مسئول لایقی پیدا میشه این جاده رو درست کنه که هنوز من ندیدم، از سال پیش تا حالا ندیدم. بیا جام نیست رد شم. وای بر شما که حق این مردم رو ادا نکردید، لعنت خدا بر شما مسئولین نالایق دسبول و شهیون.